آقا ما دیگه مغزمون نمیکشه، واقعا این غربی‌ها دیگه شورشو در آوردن. اولش گفتن معاهده برجام. خب ما هم شروع کردیم که بفهمیم این برجام چی هست. بعد گفتن نه برجام نمیشه، الان FATF. بعد ما شروع کردیم ببینیم که این FATF چی هست. یه خورده نگذشت گفتن نه اونم نمیشه، حالا پالرمو. گفتم خب یکی بیاد به اون بگه این پالرمو چی هست. گفتن نه صبر کنین اونم نمیشه، الان CFT. ای بابا باشه ولی خب حالا این CFT چی هست. گفتن نه اونم نشد، فراموشش کنین، الان کانال مالی اینستکس. آقا تکلیف ما رو مشخص کنین، اینایی که میگین چی هن؟ فوش و بد و بیران نباشن یه وقتی نمیدونم که چی راهکارن؟ کشدهنده نظام مقدسن یا چی؟ حضرت آقا بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، سریع جمع جور کنیم تا دیر نشده بزنیم به چاک. ها چی شده باز؟ چرا انقدر پریشون شدی دوباره؟ مگه خبرها رو نمیخونی آقا جان؟ چی شده؟ بازم تحریمای جدید شده؟ کاش فقط تحریم بود. صدای جمعیت رو گوش کن آج آقا، ریختن دم بیت، داره تظاهرات میشه دوباره. اوه چه سر و صداییه. طیبالله کل اغتشاشاتکم. ببین برو بگو که برجام در مراحل نهاییش هست و نه مقام عظما، مثل اینکه شما اصلا کلن خبرها رو دنبال نمی کنی. برجام چند ماهیه که مالیده. راست میگی ها، اصلا یادم نبود. ببین برو بهشون بگو که با قرارداد FATF مشکلات اقتصادی برطرف میشه و در سایه ساره. ای بابا فکر کنم شما کلن تو باغ نیستی، دوباره رفتی تو فضا. اونایی که اون پایین دارن شعار میدن این حرفا تو کتشون نمیره. خب برو بگو که با کانال مالی اینتکس که اروپایی‌ها راه اندازی کردن ما تحریم ها رو دور خواهیم زد و به لطف تدابیر این حقیر ما از این برهه حساس کنونی. چرا پرت و پلا میگی؟ کانال مالی کجا بود؟ دور زدن تحریم و سننه. اونو الان میان بالا ابا عمامتون رو پرچم میکنن. اینجوری نگو. ببین برو بهشون بگو که ما یه قرارداد جدید کانال FANUVDCFR داریم میبندیم که نه غلط کردم. زنگ بزن آژانس بگو یه ماشین بفرستن ما برگردیم همون حوزه علمیه قم ساده تره. بودو تا دیر نشده بجوم.